شهر گرگان. و مدرسه عمادیه. یکی از آثار تاریخی این شهر که در سال 952 هجری قمری و در دوره شاه سلیمان صفوی بنا شده است. بنایی متقارن و 4 ایوانی که در 2 طبقه ساخته شده و همکنون به عنوان مدرسه علوم دینی بقیت الله الاعظم مورد استفاده قرار می‌گیرد. از مدرسه عمادیه به بازار می رویم. بازار سنتی شهر گرگان. ابتدای صبح است و کسبه در جنب و جوشند و تکاپو. در نزدیکی بازار کارگاه قنادی است و استادکاری که حدود 2 کیلو کره را در پاتیل می‌ریزد برای طبخ یک شیرینی سنتی دیگر. شعله زیر پاتیل روشن می‌شود و کار طبخ آغاز. کره باید به آرامی و با حرارت ملایم آب شود. این کار شاید حدود 30 الی 40 دقیقه طول بکشد. اگر در طول زمان آب شدن کره آن را رها کنیم و کره در یک جا ثابت بماند، حرارت آن را می سوزاند و طعم و رنگ شیرینی عوض می شود. پس از آب شدن کره، نوبت میرسد به نوعی آرد فراوری شده مخصوص این شیرینی. برای تهیه‌اش ابتدا کمی آرد را با مقدار کمی آب خمیر می‌کنند. پس از چند ساعت خمیر تقریباً سفت شده را از صافی نسبتاً ریزی عبور می‌دهند و بعد منتظر می‌مانند تا دانه‌های کوچک خمیر خشک شود.
پس از اضافه کردن 2 کیلو از این آرد مخصوص، استادکار باز هم محتویات پاتیل را به هم می‌زند. این کار شاید 2 ساعت طول بکشد و به مراقبت فراوان نیاز دارد. حالا میبایست شعله ملایم تر شود. زیرا نوبت به اضافه کردن عسل رسیده. حدوداً 2 کیلو هم عسل که خرد خرد اضافه می شود. حالا استادکار نصف پیمانه گلاب، و تقریباً 50 گرم هم پودر هل را به محتویات پاتیل می افزاید. زعفران هم باید اضافه شود، آن هم به مقدار لازم. برای 6 کیلو از این شیرینی سنتی به تقریب 3 گرم زعفران کافی است. در گوشه دیگر از کارگاه، استادکار دیگر باید مغزهای خرد شده پسته را الک کند برای تزیین روی شیرینی. استادکار میز کار را با کره چرب می کند تا بار به سطح آن نچسبد.
حالا زمان کشیدن بار است. استادکار جوان بار را روی میز کار پهن می کند تا هم خنک شود و هم آماده برای مرحله بعد. اکنون با وردنه بزرگ که خوب با کره چرب شده است، سطح بار را صاف و یک دست می کند، به طوری که قطر تمام شیرینی پس از برش یکسان باشد. و حالا زمان تزیین است. برخی از قنادان مغز پسته می‌ریزند و برخی دیگر خلال بادام یا گردوی خرد شده. اما عموم مردم گرگان این شیرینی را با مغز پسته می‌پسندند. پس از 2 الی 3 ساعت و سرد شدن شیرینی به مرحله آخر و برش شیرینی می رسیم. ابتدا برش های عمودی و با فاصله معین. و سپس برش‌های اوریب که لوزی‌های کوچک شیرینی را به وجود می‌آورد. لوزی‌های خوش‌طعم و لذیذ که حاصل ذوق و تلاش استادکاران قناد گرگانی است. در ایام عید نوروز
نامش حلوای اماج است. شیرینی اماج در چند استان ایران پخته می شود، اما با تفاوت‌های بسیاری که در مواد اولیه، نحوه پخت و حتی شکل آنها وجود دارد. تفاوت‌هایی که اغلب به جغرافیا و محصولات کشاورزی آن منطقه باز می‌گردد. حلوای اماج، شیرینی که در ایام عید میهمان سفره‌های 7 سین ایرانی هاست. حلوای اماج یکی دیگر از شیرینی‌های سنتی استان گلستان و صد البته ایران.